اومدن فینال UCL رو برات پیش بینی کنم. این ویدیو رو ببین، حتما سیوش کن، لینکش رو ذخیره کن، هر کاری میخوای بکن. ببین مطمئنم از این نتیجه. فینال بین اینتر و پاریس سن ژرمن دیگه، درسته؟ ببین دقیقه 2 هم اول بازی هاکان چالهانوغلو پاسشو میده، لاوتارو مارتینز تک به تک میشه و اینتر گل اول میزنه، یکیش میفته جلو. میره تا دقیقه 29 عثمان دمبله روی یک حرکت انفرادی قشنگ توپو میندازه نرم گوشه دروازه. بازی میشه 1-1. نیمه اول 1-1 تموم میشه. میره سراغ نیمه دوم هی هر دو تیم میزنن، دوناروما و یان سومر بی‌نظیر بازی میکنن، هر چی میزنن میگیرن. تا دقیقه 89 آخرای بازی چی میشه؟ اشرف حکیمی گل دوم میزنه و پاریس سن ژرمن برای اولین بار تو تاریخش قهرمان UCL میشه. میگین از صبر کن. جام جهانی هم اگه میخوای برات پیش بینی میکنم، اونم نتیجهش دستم. میدونم جام جهانی بین اون دو تیم نتیجه چند میشه. حتی گلاش هم اگه بخوای میتونم برات در بیارم. باور نمیکنی؟ صبر کن آقا، فردا